سلام بر یوسف خوب من. سلام بر جناب زکریا. چوب ها رو برای تن مرتب چیدم. مواظب باش، اینها برای تو سنگین است. عیب ندارد، من شما رو خیلی دوست دارم، چون شما مثل بقیه به من دستور نمی دهید. اگر هم دستوری دهید برای کاری است که به نفع من است. حال دخترمویی هم چطور است؟ مریم خوب است، برای سلام رساند. اینجا در میان کاهنان همهش حرف مریم است. ای کاش می توانستم او را ببینم. شاید بتوانی او را ببینی. چگونه؟ من که نمی توانم از معبد بیرون بروم تا وقتی که دورم تمام شود. تا آن موقع هم یک کاهن پیر شدم و از کار افتاده. شاید او به دیدنت بیاید. به اینجا؟ راستی؟ پس به او اجازه ورود دادن. شورا اجازه داد؟ بله، میخواهم اینجا با اون چوب ها برایش کلبه‌ای بسازم. میبینی؟ از آن دیوار به این صورت تا اینجا، در کلبه هم آنجا خواهم. خوب است؟ با این چوب ها؟ بله. پس بگذارید من هم به شما کمک کنم. پس چرا نشسته ای؟ چه کنم؟ آن چوب ها را به من بده. بفرمایید. جناب زکریا، بالاخره شما را یافتم. داوود عزیزم، تمام جنگل های اطراف را به دنبال شما گشتم. چه کار داری داوود؟ شنیدم که دارید در معبد کلبه‌ای برای مریم می‌سازید. راستش را بخواهید جناب زکریا، آمدم خدمتتان که اگر بپذیرید در ساخت حجره به شما کمک کنم. ساخت حجره مریم؟ نمی ترسی که از شأن کاهنیت کم شود؟ شأن کاهنیم فدای خاک زیر پای زکریای نبی که از راه حلال امرار معاش می‌کند و خود به این شؤونات ظاهری کاهنان اعتنایی ندارد. آفرین بر تو داوود. بدان که این مسئولیت ها و این مقامات، این درس ها و بحث ها، این لباس ها و درجات ممکن است حجابی شود میان تو و خالقت. هر وقت دیدی چون این شد، خودت را با کار بدنی بسیار بشکن و نفست را به خاک بینداز تا خداوند التفاتی کرده روحت را دوباره پاک سازد. من آمادم استاد. پس برویم. میبینید جناب یساکار؟ اتاق میسازد؟ برای که؟ برای مریم. برای مریم؟ آن بالا؟ داوود هم کمکش میکند. عجیب است. بدون هیچ اجازه معبد را تغییر میدهد. میخواهد بالای حجره خودش مریم را مسکن دهد تا سرپرستی او را برای خود تثبیت کند. من مدرس این معبدم و مریم نیز شاگرد من خواهد بود. انباری کنار حجرم خالی است، میگویم برایش آماده کنند. جناب میخائیل، موضوع مکان اقامت مریم نیست، سرپرستی اوست. من خواهرزاده عمران هستم و طبعا به کفالت مریم محق‌ترم. بیهوده بحث نکنید. اگر بحث فامیلی که من هم فامیل او هستم. شما خوب میدانید که مریم هم مانند سایر خدمتگزاران معبد تحت سرپرستی من است. اجازه نمیدهم کسی جز من سرپرست او باشد. نه، این چنین نیست. تو سرپرست مریمی؟
تمام بچه‌های خدمتگزار نزد من درس می‌خوانند. حالا که بالاجبار این دختر وارد معبد شده، تحت نظر من قرار می‌گیرد تا آموزشش را کامل کنم. مردک چاق خرفت، بیش از حد حرف میزنی. بنشین! از شما بعید است جناب یربعام. چرا زور میگویید؟ سن و سالتان درست، اما من یکی زیر بار زور نمیروم. آخر تو دیگر چه میگویی؟ دعوا نکنید، آرام باشید. بنشینید. مگر من چه گفتم؟ کافیست آقایان، گوش کنید. مهم این نیست کدام یک از ما سرپرست مریم باشد. مهم این است سرپرستی مریم با زکریا نباشد. طوری زکریا را بیابرو کنید که جرأت چنین کاری نداشته باشد. جناب زکریا، جناب زکریا، چه شده داوود؟ تمامی کاهنان در شهرها مردم را علیه شما شوراندند. این که چیز تازه‌ای نیست. ولی جناب زکریا، هدف آنان این است که شما سرپرست مریم نباشید. نگاه کنید، جناب زکریاست. او هم از بازار خرید میکنه. میخواهد نان بخرد. جناب زکریاست که این همه ادعا دارد. جناب زکریا آیا مستخدمی ندارد که کارهایش را انجام بدهد؟ این چه پیامبری است که چون مردم عادی در بازار قدم میزند، غذا میخرد و غذا میخورد؟ راست میگوید. چرا فرشته‌ای به او ناظر نشده تا با آن فرشته مردم را از سرای دیگر بترساند؟ یا چرا گنجی از آسمان برای او نیفتاده، یا باقی ندارد که از میوه‌آن بخورد. این مردم چگونه باورش دارند؟ به راستی که شما جز مرد جادو زده ای را پیروی نمی کنین. هم پوشش را ببینید چه مندرس است. پیش از من هم پیامبرانی فرستاده شده اند که غذا می‌خوردند و در بازار قدم می‌زدند. خداوند ما را وسیله امتحان یکدیگر قرار می‌دهد که صبوریم که پروردگار ما بیناست. جناب زکریا، شما چرا همانند دیگر کاهنان از نذورات و هدایای معبد بهره نمیبرید و با نجاری گذران عمر میکنید؟ آیا این فریب مردم نیست؟ آیا تا کنون شنیده اید که پیامبری به غیر از دسترنج خویش از مردم و از دنیا چیزی بطلبد؟ آیا نشنیده اید که داوود و سلیمان پادشاهان مقتدر بنی اسرائیل با وجود در اختیار داشتن خزائن مملکت با حرفه صنعتگری و زره بافی ارتزاق می کردند؟ چه بسیار پیامبرانی که امتشان آنها را تنها گذاشته، پیامشان را نفی کرده و توسط مردمانشان شکنجه شده و به قتل رسیدند. ندیدید آنها چگونه رسوا گردیده و دچار عذاب الهی شدند؟
سلام الیاس. سلام جناب زکریا. چه شده؟ چرا دل به کار نمی دهی؟ خسته شدم. اگر دوست داری می توانی بروی و فردا بیایی. جناب زکریا، نمیدانم چه بگویم. اصلا نمیدانم بگویم یا سکوت کنم. تو هم میخوایی مرا ترک کنی؟ از نجاری خسته شدم. اصلا برای این کار ساخته نشدم. قبلا اینطور فکر نمی کردی؟ برادرزادم در بیت الله مرا خواسته. گویا مریض است. برای تجارت به آنجا می روم. شاید هم از برادرزادم نگهداری کنم. نمیدانم. بسیار خوب. آنجا دکه‌ای بنا کن و به کار مشغول شو تا نجار قابلی می شوی. هر وقت هم خواستی به اینجا برگرد. من به حضورت عادت کردم. الیاس، من برای تو و برادرزاده دعا میکنم. مرا عفو کنید. سوگند میخورم که زکریای بزرگ پیامبر خداست و همه وعده هایش حقیقت محض. اما چه کنم؟ طاقت من به اندازه ایمان شما نیست. کجا میرفت پدر بزرگ؟ چیزی شده؟ به شهر خودش برگشت. برایش غذا آورده بودم. عیبی نداره. ببینم چه آورده ای؟ پس تنها شده ای؟ من به تنهایی عادت دارم. جناب زکریا، جناب زکریا، سلام بر جناب یساکار، خوش آمدید. سلام. میبینم که هنوز از این خانه قدیمی دل نکنده ای. شما سال هاست پا به این خانه نگذاشته اید. بفرمایید داخل پسرمو. همینجا می نشینم. اینجا خاطرات قدیمی برایم زنده می شود. خدایش بیامرزد. جناب عمران همینجا می نشست و برایمان تورات می خواند. بله، کاش قدر آن لحظات را بیشتر می دانستیم. من بازیگوش بودم و تو ساکت و زیرک. هیچ وقت حدس نمی زدم این سکوت تو برای این است که روزی می خواهی جانشینی عمران را به خود نسبت دهی. شیر گرمی روی اجاق هست. اجازه بدهید برایتان بیاورم.
مایل بودم قبل از آوردن مریم به معبد مطالبی را به شما گوشزد کرده باشم، آن هم کاملا خصوصی. برای همین بود که شخصاً به دیدارتان آمدم. بفرمایید. تو خوب میدانی اگر میخواستم میتوانستم از حضور مریم در معبد جلوگیری کنم. من هم در شگفتم از این تدبیر الهی. اشتباه نکن زکریا، خداوند در این امور مداخله نمی کند. این من بودم که در شورا نظر کاهنان را برگرداندم. آری، شنیدم و حیرت کردم. دلیلش چه بود؟ تو اول بگو اصرار برای آوردن این دختر به معبد چیست؟ باور نمی کنم که این یک نظر ساده باشد. تو پیامبری عمران را نیز باور نداشتی؟ اینک چه چیز را می خواهید باور داشته باشم؟ این دختر ادعا می کنید که کیست؟ آیا کسی ادعایی کرده که ما نمیدانیم؟ مرا نمی توانی بفریبی زکریا. نه، می خواهم حقیقت را بدانم. در این دختر اسراری نهفته است. چیزی را از ما مخفی می کنید. او فقط یک دختر 6 ساله است. تو به خاطر بیان این حرفها اینجا نیامده ای. حرف آخرت را بگو. حرف من درباره کفالت مریم است. زکریا، تو میدانی من در معبد نفوذ زیادی دارم، پس من باید سرپرست او باشم. میتوانم بر تدریس او همت کنم. تو راحت دور است و مقیم اورشلیم نیستی و نمیتوانی دائم به او سر بزنی. من هم فامیل مریم هستم و خودم فرزندی ندارم و از مردمان هرگز. خواهیم دید. او که بود پدر بزرگ؟ یساکار از خویشان و بستگان ماست. همان که میگویند با پدرم دشمنی داشت؟ بله، هموست. امیدوارم با تو دشمنی نکند. کمی تأمل کنید. بهتر نیست واقع بین باشید؟ مگر من سرپرست مریم نیستم؟ ببینید جناب زکریا، شما خوب میدانید که شأن مریم چیست. دوستان، کاهنان و خیشان شما حق دارند که بر سر سرپرستی او با هم مناقشه کنند. به 4 دلیل من باید متکفل امر او باشم. اولا که او در خانه من بزرگ شده. دوم که با من مأنوس است. سوم که مادرش او را به من سپرده است. و چهارم که خداوند فرزندی به تو عطا نکرده است. خیر. 4 این است که من قدر این در گرانبها را بیشتر از هر کسی میدانم. ای کاش عمران زنده بود و خود این امر را به عهده میگرفت. اولا مادرش او را به معبد سپرده، نه به تو. ثانیاً اون الفتی که تو میگویی نزد کودکان زود گذر است. جناب هیلل، من بر حق خودم پافشاری دارم. این همه جدل نکنید. مگر باور ندارید که مریم در پناه خدای معبد است؟ آری، درست است. صحبت‌های عالی جنابان را شنیدم. طبق قوانین معبد در این گونه موارد برای رفع اختلاف عادلانه ترین راه این است که قرعه بکشیم. اگر قرعه به نام زکریا نیفتاد چه؟ این همان آرزویی است که آنان در سر می‌پرورانند. یعنی مریم در اختیار کامل آنان قرار می‌گیرد؟
این رسم بسیار پسندیده. بله کاملا درست. همه کاهنان معبد حضور خواهند داشت. خونه به نام که خواهد افتاد خدا میداند. به نظر شما چه خواهد شد؟ ناتان. بله؟ آیا تو هم در این قرعه کشی شرکت میکنی؟ آری، من نیز میخواهم به عهد خویشاوندیم عمل کنم. فکر نمی کنم با این کار رو در روی شما قرار بگیرم. اما نتیجه یکیست. ناتان عزیز، من واقعا نگران تو هستم. چرا تصور میکنید هر کار ما مخالفت با شماست؟ مگر به ما نمی گفتید از تکبر و برتری جویی نسبت به دیگران برحذر باشیم؟ خب پس چه شد که خود را بالاتر از دیگران میبینید؟ اما ناتان، این دختر عمران پیامبر خداست و مرا هم که میشه. جناب زکریا، دوره پیامبری عمران گذشته. زمانه خرافات و کژاندیشی ها به سر آمده. ناتان، میفهمی چه میگویی؟ آری، خوب میفهمم. من خود را از هر بندی رها ساختم، حتی اگر آن بند شما باشید. من دیگر احساس آزادی و سبکی میکنم. آمدید؟ می توانیم مراسم را شروع کنیم. یهوه عادل، خود داوری کن. از میان اینان که خویشاوندان مریم هستند تو خود انتخاب کن. قلم‌ها را به آب می‌اندازیم. هر قلمی که آخر از همه روانه شد صاحب آن سرپرست مریم می‌باشد. کار ما بیهوده بود. خداوند تربیت مریم را همچنان بر دوش تو قرار داده است. صبر کنید عالی جنابان، من میگویم قرعه کشی را تکرار کنیم. قرعه کشی به درستی انجام شده و همه ناظر بودند. بروید. من اعتراض دارم. من میگویم باید قرعه کشی را یک بار دیگر تکرار کنید.
بالاخره تمام شد. شما واقعا نجار ماهری هستید استاد. اتاق محکم و خوبی شده. خسته نباشید. فکر نمی کردم که به این زودی تمام شد. سلام بر حنه دختر فنوئیل. سلام بر جناب زکریا پیامبر خدا. اینجا چه میکنی؟ مرا ببخشید. من حاجتی داری؟ خیر. میخواهی مریم را ببینی؟ سوالی دارم جناب زکریا. آیا ممکن است مریم مادر مسیح موعود باشد؟ چه کسی این را به تو گفته؟ هیچ کس. پیشگویی عمران باید به این صورت به وقوع بپیوندد. از وقتی مریم به دنیا آمده خیر و برکت به این شهر روی آورده. دامها شیرشان زیاد شده، چند قلو میزایند. مردم جلیله کسب و کارشان رونق پیدا کرده. کشاورزان هم خیلی راضی‌اند چون محصول زراعت بیشتر گشته. وقتی به چشمانش می نگرم در آنها چیزی می بینم که قادر به توصیفش نیستم. او باید یک قدیسه باشد. پس برای مادری مسیح چه برازنده است. این موضوع را با کسی مطرح نکن. چه کسی؟ من که همزبانی ندارم. در این شهر تنها هستم. ببین هنه، مریم دشمنان زیادی دارد. گفتن این حرفها برای او خطرناک است، مخصوصا حالا که به تنهایی باید در معبد میان کاهنان زندگی کند. مریم، نگران به نظر میرسی. شوق دیدار خانه خدا را دارم و از اینکه میتوانم برای او خدمت کنم خوشحالم. اما دوری از مادرم هم میدانم سخت است. پدر بزرگ، شما هم وقتی به سن من بودید پدر نداشتی؟ من هم یتیم بودم. بیشتر انبیا و اولیاء خدا در کودکی یتیم شدند. چرا؟ حکمت‌های بزرگی در این کار نهفته است. انسانی که با بی کسی رشد کرده باشد قدر محبت را بیشتر می‌داند. شاید خداوند بزرگ از کودکی قلب و روح یتیم را برای خودش می‌خواهد تا او هم در این تنهایی بزرگ فقط خدا را ببیند و خدا را بخواهد. آری، تنهایی غربت پیامبران و اولیا راز بزرگ آفرینش است و شاید گنجینه محبت آنان. پس دعایم کنید تا من هم بتوانم تنهاییم را در معبد با عشق به او پر کنم. عزیز دلم، قلبت را برای پذیرش عشق او باز نگهدار که او از هر مادری مهربانتر و از هر پدری دستگیرتر است. از کاهنان و خدمتگزاران معبد دوری کن. بعضی از آنان کینه پدرت عمران را در سینه دارند. به هیچ وجه خشمشان را دامن نزن و از آنان حذر کن. باشم، مواظب هستم. برویم.
خدمتگزار تو. میدانی که پدر ندارم، از مادرم هم جدا میشوم تا برای خدمت به نزد تو بیایم. خدایا به این کنیز خدمتگزارت نیرو عطا بفرما تا دوری از مادرش را بتواند تحمل کند. به مادرم نیز قدرت عنایت بفرما تا این دوری را بپذیرد. میترسم مریم از من جدا می شود. روزهای بعد از تولدش را از یاد نمی برم. چقدر سخت بود. فکر نمی کردم لحظاتی سخت‌تر از آن برایم پیش بیاید. من از فریسیان و کاتبان، از لاویان و کاهنان برو بیم دارم. با وجود شما از این بابت نگرانی ندارم. میدانم نباید به او سر بزنم و او را لحظه به لحظه به خود عادت دهم. این با نظر خدمت خالصانه مریم در معبد سازگار نیست. در قلب خیش همیشه میدانستم که او حامل پیام الهی است. و نباید خود را این چنین دلبسته او می کردم، زیرا سرنوشت او در معبد رقم می خورد، نه در نزد من. اما از این روز جدایی من گریزی نیست. همیشه سعی داشتم در این باره نیندیشم. ولی ناگهان لحظه سخت جدایی فرا رسید. من غافلگیر شدم جناب زکریا. آخر من یک مادرم. مریم را بیاور. باید بر خود غلبه کنم. از مادرت خداحافظی کن.
خدا حافظ عشق من، خدا حافظ. آهای 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 مریم دارد میآید، کاهنان معبد. آهای عالی جنابان، آهای. شریعت یهود حکم مطلق است، نباید نقض. زکریا مریم را به معبد میآورد. عجب، پس بالاخره او را آوردند. باید برویم ببینیم. نمیدانم میتوانم شاهد این صحنه باشم یا نه. من این باچه رو نمیپسندم. سلام. خب زکریا، بالاخره کار خودت را کردی. نگاه کنید. ممکن است در بازار این شکل هم. دیگر رسیدیم. این هم معبد. دختر عمران است، نگاه کنید.
به معبد سلیمان خوش آمدی مریم. نترس مریم. اینجا قدس محل عبادت کاهنان معبد است. تو حق ورود به اینجا رو نداری. متوجه هستی مریم؟ بله. برویم. کلبه توست. به معبد خوش آمدی مریم. دعا خواهم کرد که از این کسالت روحی شفا یابید. بیایید روزی با هم به معبد برویم. شاید آنجا آرامشی یافته از قیل و قال قصر آسایش پیدا کنید. معبد با آن کاهنان درو و مزور چه فایده ای دارد؟ خستگی من بیشتر از دست آنها است. ولی میگویند به تازگی کسی به معبد آمده که روح تازه‌ای در آن دمیده. از که سخن میگویی؟ میگویند نامش مریم است. مریم؟ دختر عمران را میگویی؟ مریم عزیزم، مگر این دخترک 6 ساله چه دارد که حتی به خلوت ما نیز رخنه کرده است؟ این حرفها برای عوام دلخوشی می آورد. شما چرا؟ ببین مریم، آیا وقت آن نرسیده است که دست از این عقایدت برداری و بیشتر به خودمان بیندیشی؟ از شدت علاقه هم به خود آگاهی و میدانی که به خاطر سیاست با تو ازدواج کردم و بعد اسیرت شدم. اما تو حتی یک لبخند محبت آمیز را از من دریغ میکنی. حق همسری همین است؟ آیا تا کنون شنیده اید که کسی بر قاتل پدرش لبخند محبت آمیز بزند؟ حتی اگر بخواهد بر نفرت خود غلبه کند؟ مگر من از محبت بیزارم؟ اما وقتی در قفس این دیوارها زندانیم، با زندانبان خود چه کنم؟ ای کاش می توانستم شما را دوست داشته باشم. توان گرفتن انتقام از شما را که ندارم. تنها می توانم عشق خود را از شما دریغ کنم. چرا مرا میرنجانی مریم؟ من پادشاه تو هستم و همسر قانونی تو، اما تو رفتارت با من آکنده از غرور و تکبر است. چگونه میتوانم این نفرت را از دلت خارج سازم؟
میترسم غضب پرده ای بر عشقم کشد و آن زمان. برای آن زمان نگران نباش. خواهرت تشنه فرارسیدن آن لحظه است. مرا میگویی؟ سلام بر هرود کبیر. میدانم که از من سخن میگفتید. اشتباه نمی کنم؟ در پشت دیوارهای قصر همه از شما سخن میگویند. اقبالشان بلند است که از پس دیوارهای ضخیم قصر صدایشان به گوش من نمیرسد، وگرنه جای من دیگر اینجا نیست. جوان هست به سختی لازم کسی در خلاف نظر باشد. عجیبه مرگوان در چند در مقعد شدن اصلا چاره نداریم جز سرپرستی این جوان بپذیرم ولی نمیتونم سلام بر دختر فنوئیل. قصد سفر داری؟ آری، آمده هم از شما اجازه بگیرم. به کجا خواهی رفت؟ دیگر تحملم تمام شده جناب زکریا. به هر کجا می روم جز سیاهی و پلیدی از مردم نمی بینم. می خواهم به معبد بروم و در آنجا بست بنشینم و از خدا بخواهم نظری به این مردم بیندازد. ولی مدت هاست کسی در معبد بست ننشسته. آنجا تنها خواهی ماند. حالا هم تنها هستم. در ضمن با وجود مریم در معبد دیگر تنها نخواهم بود. خدا به همراهت.